حصه دو میگن. ما تا نشوندیم اینجا حصه اول یا حصه دو بگن که مربوط دیگه میشه، اما به نظر من دیگه مربوط حصه دوم شاید به احتمال زیاد به خاطر از اینکه کنستراکتیو دیگه اون طرف تر است و حصه دو میشه. دوستان عزیز این طرف میوه فروشی ها رو میبینین، اون طرف سرک هم مسجد امام و کیک پزی است که او در بالاتر موقعیت داره. بریم ان شاء الله نزدیک میبینیم شب در اینجا. دوستان عزیز این نوع تیموریان یا مربوط از اینا نمیشه. خود تیموریان گفته که تیموریان دیگه هیچ نمایندگی در هیچ جای کابل نداره. در تابستان دوستان عزیز میتونین از شیریق، ژاله، آیسکریم و این چیزای تیموریان لذت ببرین و اما در بوی داره نمی دماغ آدم میزنه، آدم یاد ایده میبره. خب به هر صورت دوستان عزیز طرف هم گل فروشی است که در فصل میبینین. این گلک های تازه هم دارن، اما کم است نسبت به کوچه گل فروشی. کوچه گل فروشی گلای تازه شان زیاد است. دوستان سلام و درود نثار تک تک شما عزیزان، ان شاء الله که خوب و صحتمند باشین. دوستان نهایت گرامی، بعد از سفر ما در کابل امروز آمدیم به قلعه نجارای شهر کابل، حصه دوم خیرخانه. بین حصه اول و حصه دو دوستان عزیز زیادتر مردم حصه دو میگن. ما تا نشوندیم اینجا حصه اول یا حصه دو بگن که مربوط دیگه میشه، اما به نظر من دیگه مربوط حصه دوم شاید به احتمال زیاد به خاطر از اینکه کنستراکتیو دیگه اون طرف تر است و حصه دو میشه. دوستان عزیز این طرف میوه فروشی ها رو میبینین، اون طرف سرک هم مسجد امام. زمان قرار داره که مسجد مذهب اهل تشیع هست. این طرف تماما میوه فروشی هاست دوستان عزیز که در تصویر دیده میرین. میوه های خوب تازه و متو عالی. ببینید چه یک میوه هایی داره، نام خدا. این میوه ها دوستان عزیز فقط میوه های سکانه هم بگیره و خانه خسر از اون میوه ها شوخی کردم امرایتان. خب نامزاد وقتی که خانه خسر خود میره میوه میبره، باز میوه ها رو میان دوستان عزیز قسمی کریتکی میبرن. میوه دیگه اوجه کیلوگکی یا که سیرکی نیست، در کریت هم تو تازه میبرن. میدونم دوستان عزیز احمدیار سنتر است که همگیتان خصوصا کسایی که در خیرخانه هستن میشناسن. یکی از مراکز تجارتی بزرگ در کابل است. این طرفش دوستان عزیز کلچه فروشی هست، پایینش کارگرها هستن و یا دیگه اینی خود چهار راهی قلعه نجارای شهر کابل است. در قلعه نجارا دوستان عزیز یک چیز بسیار نام داره، بسیار زیاد، به نام تیموریان. و دی بین دوستان عزیز تیموریان دو چیز داره، یک نمایندگی شیجاست، نمایندگی نه اما یک چیز شیجاست. یک دکانشان هم خاص کلچه پزی است و کیک پزی است که او در بالاتر موقعیت داره. بریم ان شاء الله نزدیک میبینیم شب در اینجا. دوستان عزیز این نوع تیموریان یا مربوط از اینا نمیشه. خود تیموریان گفته که تیموریان دیگه هیچ نمایندگی در هیچ جای کابل نداره. در تابستان دوستان عزیز میتونین از شیریق، ژاله، آیسکریم و این چیزای تیموریان لذت ببرین و اما در زمستان باز جلبی است، ماهی است، کباب است، هزی چیزاست که واقعا دوستان عزیز اگر بگویم تیموریان حرف نداره این چیزا. یعنی این کیک کلچه ازی واقعا یک طعم خاص دیگه داره، یک مزه دیگه داره. یک قدر عالی است، یک قدر مزه‌دار است که حالا ما ایران میمونه. البته قیمت هم از دوستان عزیز بسیار زیاد قیمت است نسبت به دیگه جای ها، اما بازم بسیار مزه‌دار و خوبش است و ارزشش داره. البته این طرف دکان‌های رنگ فروشی است دوستان عزیز. این سرک هم دوستان عزیز از سرک‌های است که دیگه گل فروشی ها زیاد است. کلا دوستان عزیز مثل کوچه گل فروشی شهر نو است. یعنی دوستان عزیز موترها را گل پوش میکنن. سابق آرایشگاه ها هم بوتال نیست، موترها را گل میزنن. گل فروشی ها زیاد است. حالا پیشتر بریم بیشتر میبینین. اون طرف دوستان عزیز اون گل فروشی ها شروع شده، اون موترها را گل زده میرن، آماده کرده میرن دیگه. کلچه فروشی هم این طرف زیاد است دوستان عزیز که کلچه فروشی خب هر جایی که معمول از دیگه که جای عروسی باشه و نمیفهمم یک جای باشه که گپ عروسی و شیرینی خوری و از چیزا باشه، مثلا آرایشگاه و گل فروشی باشه، خب طبعا کلچه فروشی همچنان است. تو طرف دوستان عزیز کلا از سر تا آخر گل فروشی هست، گل سازی ها هست. اون موترام که سال هستن اون گل زده میرن دوستان عزیز. ببینید فرونرا هست موترای دیگه. این طرف هم
اونمون کیک فروشی ها و کلچه فروشی ها دوستان عزیز کیک کلچه چه یک بوی داره نمی دماغ آدم میزنه آدم یاد ایده میبره. خب به هر صورت دوستان عزیز طرفم گل فروشی هست که در تصویر میبینید گلک های تازه هم دارن اما کم است نسبت به کوچه گل فروشی. کوچه گل فروشی گلای تازه شان زیاد است. اینجا دوستان گل فروشی هست گلای تازه است البته. اما کوچه گل فروشی دیگه دوستان عزیز باز غنی تر است از گل. منظورم از این که گلای تازه اوجه زیاد است و کوچه دیگه نام داره نامش کوچه گل فروشی است. فروشگاه لباس هم همچنان از دوستان عزیز این در تصویر همین قسم که میبینین و این طرف هم همچنان این گلای تازه دوستان عزیز هم هست. موتره که سعی کنید موتره بنز است یا کرا داده میشه و گل زده میشه. این گلای تازه است. ببینید دوستان عزیز میشوید این گلا را که خاکش بتکه و در گلدانا میمونن که استفاده کنن. ببینید طرف هم نانوایی. ادامه از این سرک دوستان عزیز میرسه به حصه اول خیرخانه کابل و همونطور اگر پایین بریم باز پایین میرسه به طرف کجا؟ به طرف هتل پروان حصه سوم. که کلچه را ببینید دوستان عزیز. دوستان عزیز کسانی که در خارج هستین از اینکه کلچه به همین تمه که به افغانستان پخته میشه و لذت داره آیا در خارج هم است و میخرین و نوش جان میکنین یا که او طعم و مزه افغانستان و کیک کلچه کابل نداره. در ساختمان کار میبینین دوستان عزیز هم تازه ساخت است. رنگش هم تو نو و زیباست. همین قسم در تصویر میبینین دیگه کلچه پزی تیموریان هم دوستان عزیز دقیقاً این همی ساختمان است. این ساختمان که در روبروی ما میبینین این همی کیک کلچه پزی تیموریان است. حال پیش بریم درست‌تر میبینین میشه دوستان عزیز گل فروشی سلطنت. اینی از دوستان عزیز کیک کلچه فروشی تیموریان. یعنی دوستان عزیز کیک و کلچه از این نام داره در کل جای. یعنی هیچ جای اندازه از تیموریان اندازه کیک کلچه از نمیشه. واقعا هم قیمت است هم به قیمتش میارزه و او قدر مزه‌دار است که اگر یک بار بخورین دیگه از این جای کابل نخواد کیک کلچه گرفتین. کسانی که در خیرخانه کابل هستن دوستان عزیز تقریبا 80 تا 85% مردم از همینجا میان کیک کلچه میگیرن چون هم مزه‌دار است. باز کسایی که میخواین دیگه اقتصادی تر بگیرن ارزان تر باز از بقیه کلچه فروشی ها میگیرن. و قدر هم زیاد قیمت نیست دوستان عزیز بسیار کم قیمت است در حدود 50 افغانی تا 30 افغانی و قدر در هر کیلو. باز مردم ترجیح میتنش بهتر است همی که قیمت باشه و با ارزش. خب دوستان عزیز امیدوارم از ویدیو خوشتون آمده باشه از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو را لایک کنین در کانال سابسکرایب کنین تا ویدیوی بعدی همه تانه به الله متعال می سپارم. روزگار خوب خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همه تان. Baba